دوستان سلام علیکم. اینک موضوع ما کرونا است و دوها ضد کرونا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک موضوعی که الحال ما داریم درباره کرونا و دوها ضد کرونا. دوستان این با یک معنی هست که دوی بایشایی. شما اگر هر روز از 5 وقت نماز خونید، فقط نماز خونید، نماز تهجد خونید، شما بوی نمیشوید. تو اون حالی که برآمده از کار کرده، مثال یکون بیزنسی خورده کرده، نماز رو در وقتش ادا کنید، دعا کنید، همش یک جایگی که شما کار میدیم. ولی که شما شنید در مسجد از سحر تا بگوه فقط دعا کنید که خدایا من باشم، خدایا من باشم، شما یکون که اینسترومنت ندارید که باشید. از تو برکت، از تو حرکت، از الله برکت. برای همین دوستان وقتی که حتی شما دوها ضد کرونا میخورید، شما حتما باید دستایتون رو بشویید، خوراک‌های سرغذا بخورید و عقل خود را استفاده برید. تا بازدید.